قسمت اول، قرارداد عجیب. من دنبال خونه‌ای بودم که فقط ساکت باشه، نه شلوغی، نه همسایه فضول. بنگادار گفت یه واحد داریم، تمیز و ارزون، ولی شبها کسی اجارش نمیکنه. پرسیدم چرا؟ گفت طبقه بالا قفله. از زمانی که مستاجر قبلی رفته دیگه کسی درشو باز نکرده. از من به تو نصیحت، تو هم نرو درشو باز کن. هرچی اصرار کردم نگفت دلیلشو، فقط گفت دست به اون در نزن. یه حس عجیبی اومد سراغم. با خودم گفتم حتما این موضوع شایعه است. قراردادو امضا کردم. شب اولو با خیال راحت خوابیدم تا نزدیکای 2:30 صدای تق تق. اول فکر کردم شوفاژه، ولی بعد فهمیدم نه، یکی داره راه میره. 3 قدم، آروم، سنگین، و بعد یه صدا مثل کشیده شدن چیزی روی زمین. من یخ کردم. صدای نفس کشیدم می اومد از بالا، دقیقاً بالای سرم.